همین سال این باغای کونه غلطونده جاش با 5 گکتر با اولی سیاه شنونده قطاروش با کارتشکا پامیدور لوبیا کشت کردگی 5800 بخ اولیش سیاه شنوندگی 200 بخ سیب اولو 100 بخ گلوس و چهارمغز شنوندگی در یک گکتر اگر ما پیش 100 بخ نیهولی زردالو میشنوندیم حاضر در این میدان ما در هر یک گکتر 1000 بخ ما نیهولی اولو شنوندیم. دوم جهتی که فایده آور این است که سال از سال تغییریابی اقلیم با وجود آمده ایستاده است و هواها نهایت گرم شده ایستاده است. یعنی که این زیچی نیهال ها برای که هم نمی نگه دارد هم آن برگ هایی که این درختان دارد تیر ماه ریخته هم با ترکیب خاک همراه شده غذاهای ایلوگی تشکیل می دهد و سوم اینکه این نیهالایی که ما شنوندیم به صادرات کردن به دولت های روسیه، قزاقستان دیگر جاها البته خوب می باشد. بیشتر نورهای ارگانیکی استفاده میبریم. نورهای آوره آب قطعه های میکنیم. این فایدهش هم نمه میدارد هم ریخهای نیهال قوت میکند. 6000 کیلوگرم ما در یکم سال حاصل گرفته میتونیم. سال از سال این نگاهی بین اگر ما خوب براه مونیم اگر حاصل بلند گرفته اقتصادیات هم دهقان نظم می شود و هم برای تامین امنیت غذاخواری ما همچون دهقانان سهمگذار می شویم. این البته یکم این ثمره‌ناک استفاده بری زمین رو نشون میدهد که دوره‌های پیش بدان که ما در یک گکتر بس خمی 10 به 10 میشنوندیم که 100 بخ زردالو میبرفت یا نیحال حاضر باشد اگر با این راه اینتنسیوی که ما زمین رو هم ثمره‌ناک استفاده میبریم و هم درخت بسیار میشنونیم هم حاصل بسیار به دست میبریم. دیگر افضلیت این شنونیدن نیحال ما در اون میباشد که ما استفاده آب رو کمتر میکنیم. یعنی که ما وقتی نیحال رو زیچ میشنونیم با زمین آفتاب کمتر میرسد، درختای برگاشون نگاه میدارن، نمی در خاک بیشتر میستد و 5 مرتبه اگر ما مثلا آب میمونده باشیم در یک سال ممکن در یک سال 2 بار یا 3 بار آب میمونیم. البته آینده دهقانا باید باز راههای دیگری آبیاری جاری کردن در کار که ما هر چقدر ما باید آب رو کم استفاده بریم، چون که من سال از سال پریخا آب شده، آب ها کم شده استادن، این پرابلمی گلوبالی شده ایستاده است. ما باید آینده همین چیزها رو جاری کرده و اصول قطرگی دیگر با اصول ها رو جاری کرده ما آب ها رو باید احتیاط کرده کمتر استفاده برده، لیکن حاصلی دلخواه به دست آوردن ما در کار.